سلام میکنم به ایزیرنی های عزیزم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال من. همونطور که میدونید ایردراپ بلوم اعلام کرده بود که تا آخر اسپرینگ یا همون بهار قراره که لیستینگش اتفاق بیفته و خب کمتر از 20 روز 25 روز دیگه مونده تا این تاریخی که گفته رو بهش برسیم و یک سری حالا چیزهایی رو هم داره نشون میده که امیدوار کننده هستش و نشون میده که شاید ما داریم به لیستینگ نزدیک میشیم و باید انتظار لیست شدن توکن رو به زودی داشته باشیم. توی ویدیو امروز اومدیم به اطلاعیه های جدیدی که داده رو کامل با هم دیگه بررسی بکنیم. پس حتما تا انتهای آموزش امروز با من همراه باشید. یادتون نره که ویدیو رو لایک بکنید و کانال من رو هم سابسکرایب بکنید. دمتون حسابی گرم و بدون معطلی بزنیم سراغ آموزش امروزمون. خب بچه‌ها، اول از همه با هم دیگه وقتی وارد مینی اپ میشیم، خب حالا فضاهای متفاوتی رو داریم میبینیم. دقت بکنید که حتما شرایطی که گفته رو تکمیل بکنید، یعنی 750 تا مین پوینت رو داشته باشید اگر میخواید ایردراپ رو دریافت کنید، چون اینا شرایطی که حتما باید داشته باشید. من ویدیوهایی رو ساختم در رابطه با اینکه چجوری میتونیم این شرایط رو تکمیل بکنیم. اگر ندیدید حتما برید ببینید. لینکش هم بالای صفحه براتون میاد. اما خب اگر حالا با توجه به آی پی که دارید ازش استفاده میکنید ممکنه که لینک بالای صفحه براتون نیاد. اگر نیامد توی کانال سرچش بکنید، خیلی ساده میتونید پیداش بکنید دوستان. اما خب یک اطلاعیه جدیدی بلوم داده و اطلاعیه‌ای که داده در رابطه با این بوده که 6 روز دیگه قراره که بخش دراپ گیم، همین بخشی که اینجا دارید میبینید، بسته بشه و از امروز، یعنی از الان که این ویدیو دارم براتون رکورد میکنم و این ویدیو آپلود شده، قراره که تمامی حالا امتیازات این بخش 2 برابر حساب بشه و خب شما هر چقدر تیکت دارید باید یه جورایی میشه گفتش که بسوزونیدش و همش رو بیاید بازی بکنید. همونطور که ببینید من با هر کلیک هم دارم 2 برابر توکن میگیرم و خب شما هم الان اگر وارد بشید 2 برابر میتونید توکن دریافت کنید و 6 روز آینده که این که این حالا بخش دراپ گیم بسته میشه، تیکت های شما میسوزه، یعنی شما دیگه از این تیکت هاتون هیچ استفاده ای نمیتونید بکنید. پس این که تیکت هامون رو ما بخوایم نگه داریم یا استفاده بکنیم همش رو بعدا به دردمون میخوره یا نمیخوره، کلا پروندهش بسته شد و میدونیم که بعداً قرار نیستش که به دردمون بخوره و صرفاً ما باید تا 6 روز آینده کل این تیکت ها رو تموم بکنیم و توی این بخش بازی بکنیم و حالا یک توکن 2 برابری هم به دست بیاریم که خب میشه گفتش به نفع اون افرادی شد که یه جورایی تیکتاشون رو نگه داشتن، چون الان که بیان بازی بکنن میتونن 2 برابر توکن دریافت بکنن. ولی خب به هر حال ما باید در کل این تیکت ها رو کامل خرج بکنیم. اما متنی که بلوم نوشته این بوده که نوشته بلوم در حال پیشرفت و ترقی هست. سه‌شنبه آینده یعنی 13 می مینی گیم، حالا همینجا دراپ گیمی که دارید میبینید، بسته میشه. مکانیزم تپ تو ارن دیگه نشان دهنده مسیر ما نیست، یه همچین چیزی داره میگه که میخواد از کلا بخش تپ تو ارن خارج بشه و این بازی رو کلا ببنده و گفته که کلا نشون دهنده مسیر ما نیست اما همچنان بخشی از سفر ما هستش. گفته که شما همچنان برای انجام وظایف در مینی اپ ما میتونید امتیازات بلوم دریافت کنید، یعنی حالا با فارم کردن و با تسک انجام دادن همه اینا میتونیم امتیاز بلوم پوینت رو هنوز دریافت کنیم و خب این نشون میده که هنوز ماینینگ بلوم پوینت بسته نشده و خب این ماینینگ هم به زودی باید بسته بشه. یعنی امیدواریم که بعد از این حالا 6 روزه یه مدت خیلی کمی ماینینگ باز باشه و ماینینگ هم بسته بشه که دیگه بریم توی فاز لیستینگ و لیست شدن، چون وقت زیادی نداره دراپ بلوم و امیدواریم که دوباره این وعدهش رو هم زیرش نزن و عقب‌تر نندازتش. و خب گفته که ما حالا بروزرسانی های ویژه‌ای رو توی برنامه هامون داریم و قراره که توی این اپلیکیشن اجرا بکنیم دوستان و ببینیم که قراره حالا یک سری تغییرات خیلی واضحی رو، چیزی که خودشون برنامه نوشتن، بتونیم توی این مینی اپ داشته باشیم. اما صحبتی که هستش اینه که خب همونطور که بهتون گفتم ما میدونیم که در حال حاضر 7 می هستیم و خب توی حالا گوگل هم که سرچ بکنیم اسپرینگ از کی تا کی هستش، میگه که تا آخر می هست، یعنی ما تا 31 می کلا میتونیم به بلوم زمان بدیم تا بیاد و توکن خودش رو لیست بکنه. چون چیزی که بهمون گفته بود اینه که توکن لیستینگ قراره که تا آخر اسپرینگ اتفاق بیفته و خب دیگه الان داریم نزدیکای آخر اسپرینگ هم میشیم دوستان و امیدواریم که این اتفاق بیفته، این لیستینگ انجام بشه و مثل دفعه های قبل نباشه که هی بخوانین تاریخ لیست شدن رو عقب بندازن. اما خب حقیقتا بلوم یک ایردراپیه که میشه گفتش امیدوار کننده تر هست، حرکت های متفاوتی رو زده. ما هنوز حالا اطلاعات دقیقی در رابطه باهاش نداریم، هنوز نمیدونیم که حالا
قراره چقدر مارکت کپ داشته باشه همه اینا، اما حداقل اینو میدونیم که یک سیستم درآمدی رو برای خودش راه اندازی کرده و یک حالا همین بخش میم پد یا تریدی که برای خودش اضافه کرده یک بخشیه که خب میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی اون مارکت کپ و اون ارزش بازاری که میتونه بگیره، چون در حال حاضر بلوم و بخش میم پد بلوم جزء چند تا بخشای حالا خیلی یعنی جزو بخشای ترید میم کوین خیلی معروف توی دنیا هستن و خب اولیش شاید پامپ دات فان باشه، دومیش بلوم هست و خب این نشون میده که خود بلوم تونسته درآمدهای خیلی زیادی رو کسب بکنه و به خاطر همین درآمدهای خیلی زیادی که کسب کرده ما انتظار اینو داریم که یک توکن با مارکت کپ و ارزش بازار خیلی زیادی عرضه بکنه و بهمون نشون بده که خب چیز طبیعی هم هست و از پسش هم امیدواریم که بتونه بر بیاد ایردراپ بلوم و بتونیم حداقل یک ایردراپ متفاوت تر و بهتری رو ببینیم. در رابطه با این میم پوینت ها هم اینو بهتون بگم که خب برای به دست آوردن میم پوینت ما باید بیایم یک مقدار پولی رو درگیر بکنیم، نه اینکه بخوایم پولی رو پرداخت بکنیم. شاید حالا کلا با کارمزدها و همه اینا با کمتر از $1 شما بتونید 750 تا میم پوینت رو به دست بیارید. البته کمتر از $1 پرداختی داشته باشید، ولی $10 موجودی رو باید حتما داشته باشید که حالا من میگم یک پارت کامل در رابطه باش ساختم، اگر ندیدید اون پارت رو حتما برید ببینید. و خب حالا این اواخر که دیگه داریم نزدیک لیستینگ ها میشیم، اگر خیلی وقت به مینی اپ سر نزدید یه سری بهش بزنید، توی بخش حالا تسکاش بیاید یک سری تسکی رو انجام بدید. تسکای خب خیلی زیادی رو داره همونطور که دارید میبینید و بیاید یه سری بهش بزنید ببینید شاید خیلی از تسکا رو ممکنه که شما انجام داده باشید و خب چون بلوم این مدلیه که شما تسکا رو هم که انجام بدید باز باید بیاید و روی گزینه کلیم بزنید. شاید روی گزینه کلیم نزده باشید و هنوز توکناتون رو دریافت نکرده باشید، بیاید یه سری به اینجا بزنید و اینها رو هم تکمیل بکنید. و خب این مورد رو هم دقت بکنید که برای تمامی حالا اخبار و همه اینها میتونید به خود کانال رسمی بلوم و توییترش سر بزنید و لطفاً گول افرادی که حالا میخوان سودجو هستن یا هر چیز دیگه ای رو نخورید. اینجا میبینید که رودمپش آپدیت شده، یک سری تغییراتی رو توی رودمپ ایجاد کرده و خب خوشبختانه اینجا برای ما نوشته که توی کوارتر دوم سال 2025 ما قراره که TGE رو داشته باشیم یا همون توکن جنریشن ایونت و لیست شدن توکن رو ما باید داشته باشیم که چیزی به حالا این کوارتر دوم نمونده. دقیقا همون 20 روزی که حالا قبل‌تر هم بهتون اعلام کردم مونده تا ما ببینیم که توکن قراره که لیست بشه. و اما اینجا برای ما حالا یک سری بلوم لیستینگ توکن پروژکت رو نوشته که این با حالا خود اون توکن بلوم فرق داره، میخواد توی یک سری صرافی‌های متفاوت تری لیست بشه. منظورش از کوارتر سوم این هستش. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحالم می‌کنید که کانال منو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و کامنت هم بذارید. همچنین حسابی گرم و تا آموزش بعدی. خدا نگهدار.